خب رفقا، شراب عسل رو سیفون و تصفیه کردم و نتیجه کار شد این ویدیو که الان با هم میبینیم. دوستان پروسه خیلی راحته و الکل تقریبا بالایی میده، حدود 12 تا 15%، و نتیجه کار بی نظیر میشه. به نظرم امتحان کنین، خیلی چیز خوبی میشه. خب تخمیر تموم شده و قفل هوا همونطور که میبینید از کار افتاده و هیچ گازی از شراب عسل ما خارج نمیشه. قبل از هر چیز به بطری نیاز داریم، ترجیحاً شیشه‌ای. به شیلنگ نیاز داریم برای سیفون کردن. به قیف و یک تکه پارچه نازک و تمیز نیاز داریم برای تصفیه کردن. به این صورت سیفون میکنیم و شراب خام رو بدون تفاله انتقال میدیم به بطری ها. بله دوستان، همونطور که گفتیم این شراب خام هست دوستان، رنگش تیره و کدر هست و مقدار خیلی کمی هنوز توش مخمر داره که باید اینها از بین بره و این در مرور زمان وقتی شیشه کردیم، وقتی بطری کردیم، اینها رو از بین میره. برای زلال سازی خیلی ها میان به شرابشون ژلاتین میزنن که من کاملا مخالفم. الان طعم شراب زیاد اوکی نیست و فقط بوی خوبی میده. ما فقط و فقط نیاز به حداقل 1 هفته زمان داریم، حداقل 1 هفته و حد اکثر به نظرم 1 ماه کافیه. و شراب در طول این 1 هفته باید در همون محیط تخمیر قبلی با همون دما بمونه تا زلال و شفاف بشه. همین و همین، چیز دیگه لازم نداره و ژلاتین نیازی نیست. حالا هرچی بیشتر بمونه زلالتر میشه و شما میتونید 1 بار دیگه هم توی این مدت اینو سیفون کنید که به هیچ عنوان مخمر وارد بطری های جدیدتون نشه، که باز هم باعث میشه شفافتر بشه.